آقای میرشکاری، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه دعوت کانون کارآفرینی استان تهران رو پذیرفتین و تشریف آوردین. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید و داستان زندگیتون رو بگین. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من فرزاد میرشکاری هستم، اهل باغشهری توی جنوب کرمان به اسم دهکهان. در واقع دهکهان به معنای ده کهن، ده قدیمی، یعنی یک روستا بود و به خاطر جمعیت تقریبا بالا و وسعتی که داره جدیداً بهش میگن باغشهر، باغشهر دهکهان. منتها هنوز اون بافت روستایی و اون پوشش روستایی، اون تمام اون ویژگی‌های روستا رو همچنان داره. من در حال حاضر معلم زبان انگلیسی و داستان زندگیم اگه بخوام بگم، شاید از جایی که قابل گفتن باشه برمیگرده به زمان نوجوانی من توی مدرسه راهنمایی. از اونجا من متمرکز شدم برای یک سری رویا و احساس میکنم رویاها همیشه بخشی از زندگی من بودن، همیشه تو وجودم بودن و همین رویاهاست که زندگی منو شکل دادن و به یه سمتایی کشیدن. حالا رویا پردازی های من همیشه یک مناسبتی داشته، مناسبت با اون شرایطی که ما توش زندگی میکردیم، مناسبت با اون نداشتن ها، چیزایی که میخواستیم و حسرت بود، چیزایی که همیشه دنبالش بودیم. و اگه بخوام دقیق تر بگم، من توی دهکهان توی محله زندگی میکردم که یک محله کارگرنشین بود و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، ادامه تحصیل و خیلی مسائل دیگه از محلات دیگه دهکهان عقب بود و من حقیقتاً به عنوان اولین کسی که از این محله حالا علاقه‌ای به درس نشون میدادم و معدلم بالا بود، بعضا مورد تقدیر مدیر مدرسه و بقیه قرار میگیرم، این بیشتر با جای افتخار داشت ولی برای من سنگین بود، برای من همش تحقیر بود. اینکه مثلا بقیه بیان به من بگن بالاخره از محله شما هم یه نفر یه نمره خوبی گرفت، یه نفرم توش درسخون پیدا شد و بگن که فقط تو یکی توشون خوبی، یعنی اینکه محله شما فقط کارگر میتونن باشن، فقط میتونن نخلستانای بقیه رو آباد کنن و از این محله اصلا کسی حتی دیپلم نگرفته بود، کسی درس نخونده بود و اینا. و این تحقیرها حقیقتا خیلی منو اذیت میکرد، منو آزار میداد و همیشه رویام این بود که یک روز این محله آباد بشه. تو این روستای پر جمعیت 11 تا محله است، هر جوری بالا پایین میکردیم محله ما آخرین محله بود و این تحقیرهایی که میشدیم من و هم محلیام، این حتی روی رفتار بعضی از معلمای غیر بومی اونجا که میومدن تو روستا تاثیر داشت. یعنی محلات دیگه به هر حال بهتر صحبت میکردن، بهتر میپوشیدن، حتی به لحاظ مثلا بهره هوشی شاید برای درس آمادگی بیشتری داشتن و این تبعیض رو من میدیدم و خودم گفتم که حالا من یه زمانی میگفتم که من رویام اینه که بتونم یه کاری کنم اینا همه صاحب شغل بشن، صاحب درآمد بشن، وضعشون خوب بشه و یه رویه‌ای تو این محله شکل بگیره به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و خیلی مسائل دیگه که مورد تمسخر بقیه قرار نگیریم. ولی این از دست من بر نمی اومد. گفتم که حالا خودم که میتونم درس بخونم، به عنوان اولین کسی که از این محله دیپلم بگیره بره وارد دانشگاه بشه، من که میتونم. و تمام تلاشمو کردم و رفتم وارد دانشگاه شدم، معلم شدم و اولین کاری که کردم اون محله رو اسمش رو عوض کردم. یعنی شما در نظر بگیرید به هر حال به عنوان یک نوجوان این اجازه رو داشتم، این قدرت رو داشتم به عنوان اولین تحصیل کرده که اسم محله رو عوض کنم و از چون بر این باور بودم باید خیلی چیزا عوض بشه، باورها، نگرش‌ها، از اسم شروع شد. بعد
اومدم یک کتابخانه راه اندازی کردن تو محله به اسم کتابخانه فاطمه ها که رسانه ها حمایت کردن از این کتابخانه به عنوان کوچکترین کتابخانه ایران مطرح شد توی کل ایران و یه سری حمایت ها، یه سری ارتباطات شکل گرفت و به لحاظ فرهنگی احساس کردم این تکونی خورده. یعنی من الان معلمم، شغل دارم، درآمد دارم و بخش از این درآمدم دارم تو اون کتابخونه صرف میکنم که دست همه رو بگیرم از اون محله، خصوصا کودکان و نوجوانان، که من تنها نباشم، اونا هم باشن، برن تو دانشگاه صاحب کار باشن. اینا وقتی کتابخونه رسانه‌ای شد دیدم که الان جایی که بیام افتخار کنم که من رفتم مصاحبه کردم صدا و سیما، محلمون از الان به بعد به اسم کتاب شناخته میشه، دیدم دوباره تحقیرات شروع شد و میگفتن حالا محله‌ای که مردمش اینجورن، مثلا فقیرن، حتی نون ندارن بخورن، اینا چرا باید مثلا بیان بگن ما کتابخونیم، چرا بیان مانور بدن روی که ما صاحب کتابخونه ایم. و این تحقیرات دوباره اینقدر اذیت کننده بود برای من که روی آوردم به کارآفرینی و گفتم اعضای کتابخونه الان میان کتاب بخونن، در واقع تا اینا به لحاظ مالی و اقتصادی توانمند نشن، تمام تلاشایی که من دارم اینجا میکنم به لحاظ فرهنگی بعیده به نتیجه برسه. و از این به بعد دیگه من شدم یک مروج کتاب، یک فرهنگی که وارد دنیای کارآفرینی شد. و چه کسب و کاری رو اونجا پایه‌گذاری کردیم؟ اولین کاری که ما کردیم اومدیم یه سبد حصیری خیلی ساده‌ای که مخصوص همون منطقه است، اینو ما دادیم خانومای روستا، خصوصا مادر بزرگ خودم، مادرم، عمه‌هام، همون اهالی محله. گفتم اینو ببافید و براش بازاریابی کردن توی تهران و تونستم توی نمایشگاه‌ها، توی خیلی جاهای دیگه اینو برام ارائه بدم و جا افتاد و سبدی محبوب شد تو تهران به اسم سبد بی بی. بی بی یعنی مادر بزرگ و این سبد به اسم سبد مادر بزرگ بی بی جا افتاد و همین انگیزه داد برای من برم سراغ چیزای دیگه مثل ترشی انبه، مثل حالا شیره خرما، یه سری محصولاتی که مال اون منطقه بودن. بعد با یه خیریه آشنا شدم به اسم بنیاد نیکوکاری رایحه و اینا قبلا توی منطقه جنوب کرمان توی قلعه گنج یه سری مدارس ساخته بودن و اونا هم تازه وارد چی شده بودن، کارآفرینی، یعنی اینقدر نیاز میدونستن که اونجا باید روش کار بشه و من رفتم یه سری طرح بهشون دادم، حمایت کردن. اونجا اولین کاری کردیم ما اومدیم یه فروشگاه آنلاین راه اندازی کردیم به اسم رایحه روستا توی سایت با سلام و مشتریامون خیلی بیشتر شدن، خیلی زیاد شدن. تونستیم الان مثلا خرمای مرداسنگ روستامون رو ما به صورت آنلاین هر سال خیلی زیاد میفروشیم بدون واسطه و با قیمت خیلی خوبی تو تهران. بعد اون سبدای حصیری، کشک اونجا، حالا بعضا عسل، روغن محلی و کم کم اینا رو کی تولید میکنه؟ خانمای اونجا، همین اعضای کتابخونه. و اینا رو، این بخش اصلی کار ما همون فروشگاه آنلاینمونه که با حمایت رایحه، بنیاد رایحه راه اندازی شد و همچنان خیلی فعاله. بعد اومدیم یه سری فعالیت‌های دیگه در کنار فروشگاه کردیم. یه خیاطی راه اندازی کردیم، الان 4 نفر از خانم‌ها اونجا فعالن. یه شیرینی پزی راه اندازی کردیم، 3 نفر از خانم‌ها که یکیش خواهر خودم باشه اونجا داره فعالیت میکنه. در واقع رایحه، من رابطی بودم بین بنیاد نیکوکاری رایحه و اهالی محله‌ام، اهالی روستا. چگونه وام براش میگرفتیم و ما 0% سود میگرفتیم بدون ضامن. با ما خوردی بودن ولی خیلی راهگشا بودن برای راه اندازی یک کسب و کار. بعد اومدیم یک کاری که خیلی اونجا روش کار کردیم و گرفت و تعداد کارآفرینای ما، تعداد خانمایی که جذب شدن یهویی رفت بالا، راه اندازی تنورای پخت نان محلی، یه نانی به اسم نان کرسوکی. این هم دوباره رایحه حمایت کرد، سری تنورا گرفتیم و یه سری خانم‌ها خودشون رفتن تنور خریدن و اون نونی که اونجا پخت میشه با قیمت خیلی خوبی توی کل شهرستان به فروش میرسه، مشتریای ثابت دارن و ما داریم کاری میکنیم که در آینده انشالله بتونیم هم تعداد خانم‌ها رو بیشتر کنیم. الان حدوداً 32 نفر از خانم‌های اونجا دارن نون پخت میکنن و حتی 2 روستای دیگه، یعنی جمعاً 3 روستا دارن اونجا نون پخت میکنن، فروششون خوبه. ما میخوایم یه کاری کنیم که بتونیم این نون رو حتی توی تهران بفروشیم با فروش خیلی بیشتری و احتمالاً اون دفعه مثلا ما اگه به این نکته برسیم خیلی از
خانمایی که تو روستاهای همسایه ما، روستاهای دیگه هستن، میتونن صاحب درآمد بشن. کسب و کار و دنیای کارآفرینی چه تغییراتی در خود شما ایجاد کرد به عنوان یه معلم که کار فرهنگی می‌خواستید بکنید؟ بله، ببینید الان دیگه وقتی کلا دنیای کارآفرینا، دنیای کسب و کار اینا اینقدر ارجحیت داره، حقیقتا اینقدر نیازه و من فکر میکنم تو خیلی از روستاها، ما به جز روستای ما خودمون 6 روستای دیگه کتابخونه داریم. روستای ما که حالا مبدأ این فعالیت ها هست، من تو محله خودم تجربه‌ام این بود و به عنوان یک مدل اگه بخوام کتابخانه فاطمه را ارائه بدم، میگم وقتی که مردم مسائل اقتصادیشون خیلی برده، وقتی که درآمد ندارن، کار ندارن، شغل ندارن، اینا رو نمیشه به زور اینا رو کتابخون کرد. اول باید توسعه پایدار و توانمندسازی اونجا صورت بگیره. مردم که کم کم به لحاظ مالی چالش‌هاشون برطرف شد، کم کم یا خودشون و بچه‌هاشون، کودکان و نوجوانان رو هدایت میکنن بیان کتابخونه. وگرنه اینجوری حتی اگه کتاب هم بخونن ازش مشارکت بیرون نمیاد. یعنی اول باید مردم خیلی از چالش‌های اقتصادیشون برطرف بشه و ما اگه بخوایم توی روستاهای دیگه ترویج کتابخونه رو به صورت حرفه‌ای پیش بیاریم، قطعا باید به فکر کارآفرینی اون روستاها هم باشیم. مهمترین خصلت‌های فردی شما که باعث این هم اثرگذاری و موفقیت شد چی بودن؟ من همینجور که گفتم به شدت انسان رویا پردازیم. حتی یک ثانیه من از رویاهم جدا نیستم. همش دارم به رویام فکر میکنم. اولین رویای من توسعه همون محله‌ای بود که توش زندگی کردم. محله‌ای که از محلات دیگر به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، تحصیلی و خیلی مسائل دیگه عقب‌تر بود و من با حمایت مردمی از سراسر ایران، با حمایت یه سری آدمای خیراندیش و با مشارکت خود مردم اون محله یه سری کارهای توسعه محور انجام دادیم برای محله و الان که دارم میبینم شکوفا داره میشه، ادامه تحصیلات داره بیشتر میشه، به لحاظ فرهنگی اون رشد رو دارم میبینم، دارم لذت میبرم. پس رویا پردازی اولین خصلت منه و آدمای رویا پرداز همیشه ایده بهشون الهام میشه. میگه تو که رویای آبادانی محلت رو داریم، این ایده کتابخونه از این طریق یه روش کم خرج، کم هزینه بیا اونجا رو توسعه بده. و برای تک تک رویاهایی که من تو ذهنم دارم ایده هایی هست. پس رویا پردازی، ایده پردازی و خستگی ناپذیری. وقتی که یک نفر رویا داشته باشه، ایده هم بهش الهام بشه، دیگه خستگی نمیشناسه، اینقدر میره کار میکنه. من فکر میکنم آدمایی که برای رویاشون دارن میدوند هیچ وقت خسته نمیشن، به هیچ عنوان. اصلا کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره، باید برن برسن اگه واقعا رویا داشته باشن. اگه هر کارآفرینی که کارآفرینیش برای رویا پردازیشه، برای رویای درونیشه، اون موفق میشه. وگرنه اگه برای مصلحت و برای هر کار دیگه بشه، من فکر میکنم به شکست میخوره. دوست دارید در زندگی به کجا برسید و مهمترین آرزوی شما چیه؟ مهمترین آرزوی من یه سطحی از رفاه و توسعه اجتماعی برای همه مردم دنیا. الان متاسفانه بی‌عدالتی توی کشور، توی کل دنیا داره بیداد میکنه. شما در نظر بگیرید مثلا توی همین کشورهای همسایه ما، همین کشور خودمون یا مثلا آفریقا، مثلا با اون همه سرمایه و منابع، اما ببینید هنوز درگیر جنگند، هنوز درگیر چالش‌های اولیه هستند، به لحاظ بهداشتی، رفاهی، به لحاظ تغذیه. واقعا من فکر میکنم کارآفرینا خصوصا با رویکرد کارآفرینی اجتماعی میتونن خیلی از معضلات ناشی از بی‌عدالتی رو برطرف کنن و من آرزوم اینه که یک روزی همه مردم دنیا به حقشون برسن و این حقشونه که زندگی خوبی داشته باشن، قابل قبولی داشته باشن، برای اولیات زندگی خودشون اینقدر
ذهنشون درگیر نشه، به فکر رویاهاشون باشن. من خودم یک برنامه‌ای دارم، این میشه گفت ته رویای منه، رویای نهایی من اینه که به یک پلتفرمی برسم که همه روستایی‌ها تو کل دنیا از طریق اون پلتفرم به رویاشون فکر کنن، رو رویاشون متمرکز بشن و برن به رویاشون برسن. یعنی یک مکانی، یک بستر مطمئنی باشه که اینا برن به رویاهاشون برسن. من فکر میکنم همه آدما، همه کسایی که رویایی دارن، اینا باید بتونن رویاشون رو بلند صدا بزنن، بدون شرم رویاشون رو بگن، صداش بزنن و برن به دنبالش. اگه رویای آدما محقق بشه، توسعه ایجاد میشه. حالا رویا میتونه آزادی باشه، رویا میتونه عدالت باشه، رویا میتونه رفاه باشه، ثروت باشه. این حق همه است و من انشالله یک روزی بتونم پلتفرمی رو ایجاد کنم، همینجوری که خودم به عنوان یک رویا پرداز تونستم یه تکون کوچیکی به محلم بدم و از اون مرحله اولیه یک کوچولو بیا بالاتر به یک اعتماد به نفسی رسیدم. همین یک گام که فکر میکنم میتونم به همه دنیا کمک کنم از طریق این پلتفرم که بیان و برن به دنبال رویاهاشون. رویاست که باعث آبادانی میشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که حتما به این آرزو برسین. مرسی. بین فرد کارآفرین و کارآفرین اجتماعی چه فرقی است؟ سوال خیلی به جایی بود. اتفاقا همیشه دیدم که افراد از من میپرسن تو اصلا بهت میخوره کارآفرین باشی؟ چرا باید به تو بگین کارآفرین؟ مگه چه کار کردی؟ من از وقتی که با مقوله کارآفرین اجتماعی آشنا شدم تونستم اقناعشون کنم، باهاشون صحبت کنم، بگم کارآفرین فقط اونی نیست که یه مجموعه هتل داشته باشه، یه صنعتی رو اندازی کنه، شرکت‌های بزرگ زنجیره‌ای، پروازاش همه با فرست کلاس باشه، هتل رو براش رزرو کنن. من یک معلمم، یک فرهنگیم، یه درآمد مختصری دارم، ولی میتونم یک کارآفرین اجتماعی هم باشم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به دنبال حل مشکلات اجتماعی باشم، حالا از طریق کارآفرینی. یه مثال میزنم، مثلا محمد یونس شاید همه بشناسن، یک کارآفرین اهل بنگلادشه که اومد با تأسیس بانک گرامین باعث شد که محرومون جامعهش از طریق دریافت وام‌های خرد به یک سطحی از رفاه برسن. اتفاقا به خاطر همین ایده جایزه نوبل گرفت. ایشون یک کارآفرین اجتماعی بود، فقط به دنبال کسب درآمد و به دنبال سود شخص خودش و گروهش و خانوادهش نبود. اومد یه ایده‌ای، یه راهکاری داد. اصلا کارآفرین اجتماعی به دنبال راهکار مبتکرانه است برای اینکه بتونه معضلی از جامعه رو حل کنه. و این فرق یک کارآفرین اجتماعی با کارآفرین چیزیه که به هر حال مردم میشناسن و همونی که میگن تو آخه کجات مثلا به هاکوپیان میخوره که اون با اون ابهت و با اون سابقه و اینا تو چند تا سبد رفتی فروختی، چند تا تنور، چرا به شما با بگن کارآفرین؟ و اصلا کارآفرین اجتماعی به دنبال سود و اون چیه شخصیش نیست. من هر چی درآمد دارم برای زندگیم دقیقاً از همین معلمیمه، ولی با اونم دارن لذت میبرم. یعنی شاید هیچ وقت من از طریق کارآفرین اجتماعی به یک درآمد بالا و به یک ثروت نرسم، ولی حقیقتاً به عنوان کارآفرین اجتماعی دارم یه سری فعالیت‌ها میکنم که اینا داره ارزش منو تو جامعه بالا میبره و همین برای من کافیه. به جوانهایی که قصد مهاجرت دارن و امیدی برای یافتن کار و زندگی در اینجا نمیبینن چی میگید و آیا تشویقشون میکنید که دنبال رویاشون برن؟ بله حتما. خیلی ها متاسفانه دارن میرن، خیلی ها هم مرددن و خیلی ها هم موندن و شروع کردن این کاری رو و فهمیدن که بابا چقدر قشنگه، چقدر ایران زیباست. شک ندارم که ایران زیبا میشه، ایران برای همه زیبا میشه، زندگی توش برای همه خوب میشه و شک ندارم که اوضاع بهتر میشه و همیشه اینجوری نمیمونه. ایران رو در آینده کجا میبینید؟ ایران میتونه به عنوان یک مقصد گردشگری، به عنوان بهترین آدما
میزبان خیلی از رویدادهای برتر دنیا بشه، از رویدادهای ورزشی بگیرید تا خیلی از به هر حال ایونت های اقتصادی، رویدادهایی که باعث توسعه مثلا امارات شد، قطر شد. ایران میتونه همه اینا رو یک جا در آینده داشته باشه و مردم افتخار کنند که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران میشن. فعالیت‌های کانون رو چطور دیدید و در این مدتی که با کانون در ارتباط بودید آیا تغییرات مثبتی در شرایط شما ایجاد کرد؟ بله حتما. من راستش توی یک سالی که با کانون مرتبطم شاید 5 تا ایونت رفتم، دوره همی‌ها، سمینارها، کارگاهایی که میذارن. حقیقتا برای من که حالا زیاد تجربه چندانی تو این هیته ندارم یا حتی دانشش رو به اندازه کافی ندارم، وقتی میام میبینم افرادی که متخصصن، موفق بودن به عنوان کارآفرین میان اونجا صحبت میکنم. مثلا آقای آلیپور من هفته پیش شرکت کردم، خیلی ازش یاد گرفتم برای برندسازی، خیلی جالب بود و دوستایی رو پیدا کردم، باهاشون ارتباط گرفتم، رفتیم دفترهاشون، باهاشون صحبت کردیم. اینا همه باعث شده که من ثابت قدم بشم و چشم اندازم رو بتونم طراحی کنم، با یه امید بیشتری به دنبال ثبت چشم انداز خودم باشم و فکر کنم که با همین آدما، با همین همفکری‌ها، با همین سخاوتمندی‌ها، با همین پشت هم گرفتن‌ها که مبدأش از کانون شروع میشه. وقتی میایم اونجا دوستایی رو میبینیم، بعدش شماره‌شون رو میدن، دعوت میکنن، زنگ میزنن، میریم دفتراشون، صحبت میکنیم و قطعا اینا تاثیرگذاره و من حقیقتا خیلی استفاده کردم و دوستای دیگه هم که دیدم واقعا انگار یه رضایتی تو همشون بود، خصوصا اینایی که مرتب ثابت میان، نشون میده که راضی‌اند که همیشه میان. خیلی متشکرم. در پایان اگر مطلبی برای گفتن دارین لطفاً بفرمایید. من در پایان باز باید به رویام اشاره کنم. من با معلمی شروع کردم و همچنان معلمم و قطعا معلم باقی خواهم بود، اما با مقوله کارآفرین اجتماعی آشنا شدم و میتونم در کنار معلمی یک فعالیتی هم برای محله‌ای که توش بودم و مدیونش هستم و کل خاطرات کودکی، نوجوانی من اونجاست، پدر و مادرم اونجاست، نمیتونم بی تفاوت در قبال این محله باشم. از دوستان فرهنگی، چه استاد دانشگاه باشه، چه معلمی باشه و هرچی، من فکر میکنم اینا از هر شهر روستایی که هستن، از هر محله‌ای که هستن به اونجا مدیونن و اونا هم میتونن یه حرکتی برای اونجا بزنن. من انجام دادم و خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. دردسرای خاص خودشو داشته، خیلی جاها اذیت شدم، خیلی جاها اون کاری که دنبالش بودم با یک روایت واژگون به دیگران معرفی شد. من به دنبال کارآفرینی بودم، به دنبال ارتقاء سطح فرهنگ اونجا بودم، به دنبال اطلاع ترویج کتابخوانی تو منطقه بودم، منتها با یک برچسب‌های دیگه روایت میشد. ولی همینا هم تمام شد و اون چیزی که باقی مونده، اون حس خوبی که از شکوفایی اهالی اون محله، خصوصا کودکان نوجوانا دارم میبینم و من دعوت میکنم از این دوستان به فکر محلات خودشون باشن، حتی اگه شده با راه اندازی یک تیم فوتبال کوچک، با برگزاری یک ایونت کسب و کار، با برگزاری یک دوره آموزشی میتونن دینشون رو به اون محله ادا کنن و دعوت میکنم ازشون و امیدوارم که یک روزی بتونم پلتفرم بونتال رو جهانیش کنم و همه کودکان و نوجوانان دنیا، خصوصا نوجوانان روستایی، به این پلتفرم بیان، رویاشون رو معرفی کنن و توی سازوکار این پلتفرم به رویاشون فکر کنن، متمرکز بشن و برن به دنبال رویاشون برسن. این پلتفرم آدمو به میدون میاره، اینجور نیست بیاد درگیر گوشی کنه و اینو از فضای بیرون، از اجتماع دور کنه. اتفاقا بهش میگه حالا برو دنبال رویات.
اگه دیدی رویاتو درست انتخاب نکردی عوضش کن. این پلتفرم 2 قسمت داره، رویا پرداز که همون نوجوانه و رویا رسیده که مثلا من رویای راه اندازی کتابخونه تو محله‌ام رو داشتم. تو اون پلتفرم به عنوان رویا رسیده معرفی میشم و نوجوانی که توی بوشهر 1000 کیلومتر اونورتر از من داره کتابخونه راه اندازی میکنه، رویا رو داره، من میشم بنتالگر اون. یعنی کسی که میره تجربیاتشو در اختیارش میذاره، بهش امید میده، انگیزه میده، پشتیبانش میشه. پشتیبانی همیشه به مسائل مالی و اقتصادی نیست، به پول نیست. بعضی وقتا همراهی میخواد، بگه من کنارتم، پشتتم، دارم به کارت توجه میکنم و برو به رویات برس، منم خوشحال میشم از رسیدن تو. خیلی ممنون و متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که همه کودکان به رویاهاشون برسن. ممنونم. مرسی، سلامت باشید.